رئیس جمهور کنونی ازبکستان شفقت میرزیوف در انتخابات نوبتی پرزیدنتی که 24 اکتبر دایر شد 80% آواز را به دست آورده دوباره پرزیدنت انتخاب شد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات زینالدین نظام خوجایف گفت انتخابات در شرایط رقابت واقعی بین نامزدها در چارچوب معیارهای بین المللی و قانونهای ازبکستان گذشت. جای دوم با 6/6 معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی مقصوده وارثووا، جای سوم را رهبر حزب ملی و دموکراتی ملی تقلانش علیشیر قادروف صاحب شدند. رهبر حزب اکولوژی نرزالله ابلومرودوف 4/1 و رئیس حزب سوسیال دموکرات عدالت بهرام عبدالحلیموف 3/4 آواز گرفتند. خود میرزیوف پیروزیش را علامت پشتیبانی اهالی از سیاست اصلاحاتش نامید. او که در قصر یخی هما در حضور 10,000 اعضای حزب لیبرال دموکرات که نامزدیش را به پرزیدنتی پیشبری کرده بود گفت من آرزو دارم که ما صاحب چنین یک دولت شویم که در حق هر انسان غمخواری کند. پشتیبانی که شما در انتخابات نشان دادید بیانگر آن است که شما مردم محبوب من از اصلاحاتی که من برا انداختم پشتیبانی میکنید. میرزیوف 64 سال داشته سال 2016 در پی وفات اسلام کریموف به قدرت رسید.